درود بر شما بینندگان گرامی برنامه لذیذ با تخانی علاودین و امروز در مهمانی برنامه ما یکی از جوانان فعال شاعر بزرگمهری حکیم خوش آمدید به برنامه لذیذ. چخیل است تابی شما کارای شما؟ تاب بولیده البته وقتی که در روزهای گرم تابستان آدم کبودی میبیند پمیدور میبیند تابش بولیده میشه. بولیده میشه. میوه میبیند گلوس سیب البته بله. خوب امروز همراه شما چی کدام خوراک آماده میکنیم؟ خوب امروز چون شما دعوت کردید ما رو به برنامه سر اول سلام میرسانم به بیننده های شما و مخلص های برنامه شما و چیزی که تصمیم گرفته ایم برای آماده کردن یعنی که برای بیننده ها پیشنهاد کردن این هم باشد یک طعام گرجی است با نام لوبیا. لوبیا یعنی همین فکر میکنم که با لوبیای ما فکر نمیکنید انیق است یعنی همین لوبی خودمون است یعنی اونا لوبیا تلفظ میکنن یعنی همین خیلی است. بله. خوب برای خوراک با ما چی لازم میبینم در اینجا پمیدور فکر میکنم در خوراک هم استفاده ایم. بله بله. انا این خوریشو در کجا است برای چی است؟ خوب این پمیدور و پیاز کبودی بعد اون قرنفل بلغاری هم شاید استفاده کنیم و بعضی دیگر چیزها چهارمغز اینجا آرد کرده شده داریم و پیاز سرخ داریم سیر پیاز داریم و بعضی از نمودهای مثلا یعنی خمیره پمیدور بله خمیره پمیدور ادژیکا بله ادژیکا اینا استفاده میشوند در خود خوراک. بعد از همه اول فراموش نکنیم خود لوبی. نکته نموند که ما پیش از آغاز برنامه در دیگ علاقه هم لوبی را جوشانیدیم که کمک چی میگن دیرتر هم میپزد. بله یعنی که ما فرصت برنامه رو به نظر گرفتیم اون گونه که بیننده ها میدونن لوبی خیلی دیر میپزد تقریبا 2 ساعت. این 2 ساعت برنامه ببینید چقدر میشه برای ما پیشکی آماده کردیم لوبی رو. خوب یکم آغاز کنیم. خوب شروع میکنیم از پیاز وابسته به اون که ما چقدر لوبی استفاده میکنیم در خود خوراک. خوب یعنی که از همون وابستگی دارد اگر شما 600 گرم 700 گرم استفاده کردن باشید پس همین 2-3 دانه پیاز کفایه است. اما اگر که 1 کیلو از این زیادتر باشد مقدار پیاز هم میافزاید. بله. خوب من شروع میکنم به ریزه کردن پیاز و شما من چیکار کنم؟ ریزه کردن کبودی. بله. یعنی گشنیج شبیت و پیاز سبز پیاز کبود. خب اینا ما گرفتم از خودمون تو که تمام شروع کنیم. بله. ریحان لازم نیست. نه ریحان و پودینه این چیزا را شاید که برای خورش یا که برای زیب و زینت دادن خوراک باید استفاده کنیم. بیایم اکنون از همون سوالی عنعنوی خوب که بسیار وقت برنامه ما از این سوال آغاز می شود. یعنی امروز میدونیم که شما شعر می نویسید. ادبیاتی که حافظ و سعدی دارد نیاز به من و ما ندارد. یعنی که اگر خوندنی باشه باید پیش از همه حافظ و سعدی اینا رو خونیم. ما یک جوانیم که گویا برای خودمون کم چی می نویسیم تمام. یعنی میخوام پرسم که از کجا پیدا شد همین شوق ذوق که سبب شد در دل شما مثال این مهر کمک چی میکنن پیدا شوی همون که سببش کی بود؟ شاید سبب ژنتیک هم باشد. یعنی در اویله هست؟ بله. سبب میتوند که ژنتیکی هم باشد چون که در اویله ما خودشون همه اویله نفران فرهنگی هستند. همه مثلا با نوشتن و فرهنگ و خواندن یک رابطه قوی دارند. مادر من اختصاص نخستینشون همین چی است؟ زبان ادبیات تاجیک است. اما با طلب زمان آنگونه که می نویسند گاهی و با خواهش خودشون البته کسبشون دیگر کردن اما اصلا همچون پداگوگ ختم کردن دانشگاه رو زبان ادبیات تاجیک. پدرم فرهنگ شناسن. یعنی محبتی که با فرهنگ و با این چیزا دارم از پدرم نیست هست اما همینجا یک سیر باید بگم که چه پدرم چه مادرم پنهانی شعر می نویسند. می نویسند. بله. این برای خوراک است فکر بله بله این برای خوراک است. این پیاز ما برای خوراک استفاده میکنیم. یعنی معلوم شد که در اویلا هست یعنی
بله در که شعر هم می‌نویسن بله. اما فرهنگی هستن یعنی بله خب. همین گونه است. چی مادرم در دوره جوانی می نوشتن، پدرم امروز هم می نویسند، البته که پنهانی. حتی گاهی اگر به خود من نشان دهند می‌دهند تقریبا کسی که دیگر هیچ کس نمی‌داند. اما اون سوالی که شما گفتید که از کجا برای چی خیل سوال‌های معمولی ژورنالیستی خودتون قید کردید. البته کدام از بزرگوار شنیده خوانده بودم که میگن استعداد در 8 سالگی، 12 سالگی و بالاخره در 15 سالگی چی میکند؟ یعنی پیدا میشه. خودش روی آب میبرد استعداد در همین سن سالی معین. و وقتی که در درس زبان ادبیات هم میخونین در یادتون باشد، البته در یادتون هم باید باشد چون که ما شما جوانیم قدر پیر نشدیم خاطره خوبن. در همونجا نوشته شده است که رودکی در 8 سالگی شعر نوشت، سینا در 8 سالگی این کار کرد، مثلا حافظ در 8 سالگی این کار کرد و فلان بیمدان کرد. همین معنی را دارد که گپ همین بزرگان به خدا نبوده است. واقعا در 8 12 یا 15 سالگی استعداد پیدا می شود، از خودش درک می دهد. از همین خاطر من اولین چیزی که نوشته بودم در سن بگوییم 12 سالگی. البته با این گفتنی نیستم که منم استعدادم، اما خوب در همین سن و سال عیناً منم چیزی نوشتم و اولین چیزم شعر بود یا اینکه یکون حکایه بود؟ شعر بود البته. شعر بود. بله. و اولین شعرم سال 2013 چاپ شد، یعنی 14 ساله بودم. میتونیم برای همون یکون مصرعی همون شعری که اولین مرتبه شما نوشته بودید برای بینندگان و برای ما خوانیم یعنی؟ خوب این قدر سال گذشته است تقریبا ببینید که قریب که 10-15 سال گذشته است. 10 سال شاید هم در یادم نباشد، اما یک مصرعش هم خیلی بود که باز میگویم بهار خوش آمدی. همین بود. یک مصرعش در خاطرم تازه هست، اما این چاپ نشده بود. در کدام دفتر 12 ورقه مکتبی نوشته بودم، همون خیلی گذاشته بودم. بله. بعدن که کارها دیگر شده، آموزش ها پیدا شدن، دیگر چیزا، این کارها ما اون شعرها موندن دنبال دیگر شعرها رفتیم. خب بیاید اکنون چیکار کنیم؟ پیازا ریزه کردیم. من کبودیر همقدر کفایه است؟ در حال حاضر کفایه. خب باید برای بیننده بگم که پیازا باید خرد کرد، بسیار خرد کرد، چون کلونی بدن در کار نیست و روغن بسیارم به ما لازم نمیشود. کمی روغن زیتون باشد بهتر است. و در همون روغن زیتون پیاز ما تف میدیم. خب من حاضر بلندی بد نمونم کمک برای تفسیدن. چقدر زیاد لازم؟ نه 2-3 قاشق شما اندازه من میگم مقدارش. خب یعنی چی میگن؟ همین به نزدیکی داشتید سفر به جمهوری اسلامی ایران. بله. اونجا چی با یگون کفایه است همینقدر؟ یگون سفری کاری بود یا اینکه چگونه بود؟ همراهی که دیگه هم اندازید. کمک دیگه؟ بله بود کمک دیگه. اونجا سفری کاری داشتید با جمهوری اسلامی ایران؟ خوب در ایران هر سال نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می‌گردد در تهران و در تاجیکستان هم می‌شود نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه گفته هست. و امسال نیز برگزار شد دوره 34 این نمایشگاه بین المللی در ایران. بله. و در خود تهران در مرکز ایران و تاجیکستان امسال مهمان ویژه بود. خب مهمانی مخصوص یعنی بود در این نمایشگاه بسیار با نفوذ بین المللی، بسیار یک نمایشگاه عجیب است. در همونجا ما اشتراک داشتیم. یعنی که من که در صدای شرق کار میکنم، فعالیت میکنم، مجله ملی صدای شرق در اتفاق نویسندگی تاجیکستان. بله. یعنی فعالیت شما حضور در همونجا است؟ بله، فعالیت اساسی بنده در همینجا است. خب از همین درگاه ما رو پیشنهاد کردن برای اشتراک کردن در همینجا. یعنی یک هیئت 15-18 نفره ما رفته بودیم از تاجیکستان که در اون شامل بودن شاعر و نویسنده ها، رسامان، انتشارات ها، یعنی که نشریه ها رفته بودن و ما نیز خوشبختانه در همین هیئت بودیم. چقدر خوب که ما در یک
دوره تاریخی همین نمایشگاه امسال اشتراک کردیم. اون گونه که گفتم چگونه؟ هر سال یک دولت از جانب خود نمایشگاه بین المللی مهمانی ویژه می شود، مهمانی مخصوص می شود. امسال تاجیکستان بود. یعنی مهمانی مخصوص معنی را دارد که یک روز پورا به تاجیکستان بخشیده می شود. گوشه بسیار زیبا تقدیم می شود، یک گوشه کلانتر. اگر دولت های دیگر گوشه برای نمایش کتاب مثلا خردتر باشد و میده باشد، از تاجیکستان بسیار کلان از مهمانی ویژه در اونجا بود و چهاربینی های خیلی زیاد. مثلا در همون یک روز 11 می که روز تاجیکستان بود، گشاده شوی گوشه تاجیکستان بود و بعد گشاده شوی این که وزیر فرهنگ تاجیکستان و وزیر فرهنگ ایران اشتراک کرد، نمایندگان بلندپایه اشتراک کردند، سابق سفیران اشتراک کردند. مردم بسیار شرکت داشت در این روز گشاده شوی. بعد گشاده شوی گوشه ما 4 برنامه بسیار خوب بود، یعنی که رونمایی کتاب و موقع ادبیات معاصر، موقع ادبیات معاصر تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی. اونها جالب بود فکر می‌کنم. البته اونا اینقدر مراجعت می‌کردند که مردم عادی به تاجیکستان یک بار می‌بینیم که خب ببینیم. بله میشود انداخت. میشود بله. پیازا میاندازیم. خب پیازم نمی‌دونم گیرومی وارد ده. پولو این گشنیچو ها؟ نه اونا میگذاریم. اون در آخر به ما لازم میشه. خب چیکار کنیم باز اون چیز دیگر لازم باشد اگر حالا با ما فقط اینجا در کار میشد خمیره پمیدور، یعنی اون گونه میگن تمد. من دوست می‌دارم تمد بگویم، هم نامی کوتاه هم زیبا است. این لازم میشود و دیگر نمودی که به خوراک ما اضافه میکنیم. مثلا اینجا هست خمیل سونیلی، هر گونه خوش‌طعم پاپریکا است. بله. همه این چیزا رو ما اضافه میکنیم. ولی برای اضافه کردن اینها بر وقت است باید پیاز سرخ شود. وقتی که پیاز نمیبینم اینجا گوش به گوش خیلی میشه. اصلا شما در مورد خود همین خوراک سوال ندادید. در خوراکی که لوبی میاندازن گوشت لازم نیست. گوشت لازم نیست. چون که همون سفیده رو که لوبی دارد یا گوشت دارد لوبی دارد. این یک دوم که اینا هر دویشان بسیار دشوار هضم میشوند. خود لوبی این دانگی است، مخصوصا سفیدش بسیار است، قوت نوکیش نیست زیاد است. از همین خاطر در اکثر موارد با گوشت یک جای استفاده نمیکنن. البته اجازت هست، هیچ مشکلی ندارد. باید پیاز تا 5-10 دقیقه سرخ شود و بعد اون سرخ شدن ما شکر اضافه میکنیم. شکر هم اضافه؟ بله بله. خوب شکر هم هست در اینجا آماده کرده موندیم. خیلی سرخ‌تر. بله اینا پیاز تیز باید کوفت. بله. یعنی اگر شکل میتونه نچسبد نسوزد، اما کمی که سرخ شد الکی چی کردن در کار. دیگه چرا اضافه کردن در کار. شما میتونید که یک 4 پمیدور را ریزه کنید و شکر به من تید. به من شکر گیرم. حاضر. خب همین در خونه هم خوراک هم میپزید نه فکر میکنم که نه کم در یک هفته شد یک بار برای خودم. شور خوب اگر در یک هفته یک بار خیلی زیاده. خیلی زیاد بله. نغز میبینید که برای میدونید که اتاقان خوراک خوردن یا خوراک با لذت برای آدم ایجادکار بسیار مهم است. برای فراغت، برای استراحت. شما استراحت میکنید است خوراک با مزه باشد. و من هر چیزی که میپزم خدا رحمتی بیبی میگفت که این چیزای حبه طرف خدا طاقه میخوره، هیچ کس نمیخوره. هر چیز یعنی که مردم خوش ندارن. البته یا هر چیزی که خودم بپزم اون خوب است، خوب با مزه میخورم. چه خوب است این یک نمودی همون چیزی که هست، مثلا یک خاراکتر هم میگن در آدم. بله. که اونا چه قبول میکنن. نمیدونم اون خوراکا شاید که خوب نیستن، شاید گاهی نمکش بسیار میشد، گاهی شوریش زیاد، گاهی تیزیش زیاد میشد. من شوری و تیزی را بسیار دوست میدارم. نوبسته از این بسیار برام بسیار با لذت میگذره. بهترین فکر میکنم که امروز خوراکی که میپزیم نوبسته از
маззае ки шур аст тез аст, бисёр болаззат мехӯрем ҳамроҳ. خب شما میگید امروز бале در میان ایجادکاران اگر باشه شما زیاد میشنوید که الهام و این آن الهام میتوند که بیاد میتوند نبیاید اون در اختیار خودش است اما انسان باید الهام دعوت کرده هم تواند ایجادکار چون که میشود حالتایی که من زیاد میشنوم میشود حالتایی که الهام ایجادکاران تماما نمیآید این بسیار عجیب است اما باید شینی و اون دعوت کنی مثل یک ریتوال میگویند که شما میشینید و اون گونه که مثلا یوگا نفرا که یوگا چی میکنن مشق میکنن مینشینن اوم میگویند شما البته اوم نمیگویید و میشینید همون کلمه را به همدیگر مجبور جنگ میاندازید و جنگ کلمه ها همونا را بننگ میارد الهام که باید پیش شما بیاد ҳатман бояд ҳамин хелам тавонанд ҳар як эҷодкор میتواند نمیتواند گاهی لازم میشود лозим мешавад بله бошад хуб анакун بله инам омехта кардем гуфтем ки аджика аджика بله аджика رو آمیخته کردیم کمی میگذاریم تا طعم аджика با این یعنی تمات یا خمیره پمیدور آمیخته شود و در گرمی این طعم خودشون کشوده تواند بله хуб анакун бинандагони гиромӣ инҷа мо хамираи помидор яъне боз аджика шакарам шумо ворид кардед ду қошуқча хуб ва пиёз анакун ҳозир чикор кунам боз الان ما کمی از وای قلنفر بلغاری خشک میاندازیم хуб نه خشک پاپریکا پاپریکا یعنی بله از پاپریکا میاندازیم کمی از خمیری سونلی میاندازیم این از یعنی که خورش هایی که در گرجستان استفاده میشود و مزه خوراک هم از این خیلی وابستگی دارد اصلا در این باید اوچخاسونل استفاده کنند اونم یک نوع دیگر است اما یک مرتبه من خودم گفته بودم اوچخاسونلی نمی‌افتادم اما خمیری سونلی هست اینم استفاده میشود بله خوب و چهارمغز و کم چهارمغز اصلا چهارمغز در آخر اضافه میکنن اما من دوست می‌دارم که هنگام یعنی که بریان کردن چهارمغز هم کمی بریان میکنید هم روغنش میبره هم مزهش میبره بله خوب است خوب анакун биёед гуфтем боз ҳаст мисол ягон китобе ки масалан китоби дӯстдошта мегӯянд баъзан вақт манам ҳамин савола бисёр қадар нағзам намедам вақте ки зиёд аст кадом китоберо мисол мутолиа кунӣ чӣ мегӯянд ҳамун то як китоби дигарро мутолиа кардан ҳамун китобро нағз мебинед албатта ҳаст мисол китобе ки шумо дӯстдоштатарин китоби шумо аст албатта به این نمیشد من از دوره کودکی تا حاضر کتاب استاد پالاتای کنجکی استاد فضل‌الدین محمدی و خیلی دوست می‌دارم این یکی از دوست داشته‌ترین کتاب‌های من است تا حاضر پالاتای کنجکی و کتاب‌های دیگر هم هستند البته دوست داشتن میدونید که آتاخون یک چیز باید ایدئالی نکرد یک چیز نمیتونه تا آخر ایدئالی باشد ایدئال در کدام حالت بوده میتونه در همین یک سن سال معین مثلا شما 20 ساله‌اید و 20 چند ساله‌اید وابسته به همین جهان بینیتون دانشتون مثلا کسب انتخاب کرده و زندگی که دارید یک چیز ایدئال میشه و احساسی که دارید مثلا ما و شما در این سن سال که باید عاشق شویم و عشق ورزیم به گفته لایق خربهاران عاشق شوید فکر میکنم ممکنه که یگان قهرمانای فیلم های رومانتیکی ایدئالی ما باشن همین طرح هست همین خیلی هست اما این چیز گذرنده است ببینید بعد یک دو سال وقتی که الکی زن میگیرید الکی تمام یگان مرد فیلم های مثلا شکست نفس یک مردی که از زن بسیار جبر میبیند ایدئالی شما میشود همین خیلی فکر میکنم که ولو خیلی که گفتید شما جوانه و همون درباره گفتیم که در جوانی الکی با عقل پیر شدن خیلی که پیش از برنامه صحبت داشتیم همون استادی ما میگوید هر دم استاد قربان صابر
бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҷавони бисёр боистеъдод, шоир, бузургмеҳри ҳаким ҳастанд ва барои мо хӯроки лобиё гуфтем, бале бале, лобиё омода карда истоданд ва ана ҳозир мебинем, ки қариб ҳамин як камакак чӣ мегӯянд, камакак ҳамон бо якдигараш бояд омезиш ёбанд, помидор ба ҷӯш биёяд. ба ҷӯш биёяд, Бале. баъд омехта мекунем бо лобиё. Лобиро, бале. кифоя аст гуфтед, ки оби худаш кифоя аст. аз обаш ҳам зиёд истифода кардан лозим намешавад, аммо он гунае ки дар болотар гуфтем, ки ҳар кас ҳар хел, бале, ҳар касоне ки мехоҳанд ҳамчун шӯрбо истифода кунанаган, масалан хӯроки аввал метавонанд оби помидор ёки оби лобиро зиёдтар андозанд, илова кунанд. Аммо касоне ки ҳамчун хӯроки дуюм мехоҳанд истифода кунанд, ҳоҷат надорад. яъне ки кам истифода мекунанд, ҳам аз оби помидор камтар истифода мекунанд, каме аз оби худи лоби, обе ки лоби дар ӯ ҷӯшидааст. Бале, каме намак бояд илова кард. каме намак. Намак инҷо ҳаст, бале. Хуб, ана бисёр хуб. ҳамин дар зиндагӣ чӣ барои шумо ҷолиб аст асос? бисёр дар кадом мавзӯъ мехоҳед зиёдтар суҳбат кунед? Дар кадом мавзӯъ мехоҳед зиёдтар шеър нависед? аслан агар хомӯш бошам ба ман ҷолибтар аст. хомӯш бошед ҷолибтар аст. аз суҳбати бисёр дар хонаам, дар кӯчаам, дӯстон медонанд албатта ин яке аз хислатҳои бандаре, ки бисёр камсуханам. Дар хонаам модарам доим шикоят мекунад, ки бисёр камсухана аст. Доим ҳама шикоят мекунад. барои чӣ мехоҳед зиёдтар хомӯш бошед? ҳар касеро мегӯянд баҳри коре сохтанду, аммо ҳар касеро вақте сохтанд боз як хислату характери махсус ба он доданд. шояд характера ҳамин гуна аст, намедонам. дар асл муҳити ман ин гуна муҳити хомӯш нест. Масалан муҳите ки ман калон шудам бисёр муҳити хубу, масалан хонаводаи калон будему, масалан ҳама буд, муҳити он гуна онқадар хомӯш ҳам несту. ҳамин хомӯшӣ ба ман часпида. ҷудо шудан намехоҳад, намедонам барои чӣ. аммо он қадарам ҳам ҳам не, аммо дар ин ҷо агар дӯстоне ки мана мешунаванд, шояд дар он тарафи экран бисёр механданд, ки ин худаша хомӯш мегӯяд, чунки ман бо дӯстони наздикам он қадарам хомӯш нестам. хуб, бинандагони азиз, ана лубиро ҳам вориди дег мекунему, баъдтар мегузарем ба хӯриш. ба хӯриш. хуб, инҷа бояд отахон барои бинандо бигӯем, ки аз се як кисаи лубира бояд хурд кард, мисли хамир. мо ки блендер дорем, аз блендер истифода мекунем. нафароне ки блендер надоранд инам метавонам ки пок кунам. бале бале, камакак, бале. хуб, касое ки блендер надоранд, аз ин масалан аз инҳо истифода карда метавонанд барои майда кардан. бале бале, нафароне ки блендер надоранд метавонанд аз ин истифода кунанд. ва агар инам набошад, ҳамон чангак бисёр қулай аст. хуб бошад. гуфтем, ки бояд лубиро, бинандагони азиз, дар блендер, бале, аз се як кисаи лубиро дар блендер метавонанд ки накунанд. нафарое ки мехоҳанд метавонанд ки аз ин нам истифода накунанд, аммо ба хӯрок ин чиз шира медиҳад. шира медиҳад. бале, шираи хӯрок зиёд ки мешавад, бисёр болаззат мешавад. ин кори мо кифоя аст. бале, ҳамон қадараш. хуб, инам мо дар блендер бисёр чӣ мегӯянд? агар бубинанд бинандо бубинед, ки рангаш чӣ гуна аҷиб аст. бале, бисёр бомазза шуд фикр мекунам.
خب با کدوم از شاعران امروز همکاری هست؟ من در اتفاق نویسنده ها فعالیت میکنم. اون روز همونجا همه شاعرها را قریب که میبینیم. قریب که هست بله. اگر همکاری به معنای استادی و شاگردی باشد یعنی که من استادی اساسی هم استاد دولتی رحمانیان، بعدا استاد رستمی وهابن، معلمه گلرخسارن، در وحدت زیادن. من که از محیط ادبی وحدت استفاده زیاد بردم. مثلا اونجا حالا محیط ادبی وحدت رو سروری میکند عبدالستار رحمان از شاعران خوبی بچه ها و در اونجا پیشتر استاد میرزا فیضلی بودن شاعر خلقی تاجیکستان. بله و خلاصه در وحدت در محیط ادبی وحدت شعبه اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر وحدت چند شاعری که باشد من به هر کدوم اینا شاگرد حساب میشم چون که در اونجا خیلی زیاد فعالیت کردم. هم فعالیت کاری دولتی هم بگیم غیر دولتی. بله چون که من بعد درس هر روز می اومدم از 2013 2012 2013 به همین شعبه و در اونجا با ایشان میشیشتم صحبت میکردیم حرف میزدیم شعر میبردم میخوندن مصلحت میدادن. برای من هر کدوم اینها رو من استاد خود حساب میکنم. یک چهار پاره میخونم که دل گشت زی روی یار روشان روشن چون خاتم انگشت سلیمان روشن زان روز که خورشید صفت کرد طلوع جانم شده است یک بدخشان روشن. بهترین با اون کس تقلید کرده در شعر نویسی در همون آغاز کار وقتی آغاز کار همیشه با تقلید شروع میشه. بله البته منم میخوام پرسم از شما که همین خیلی هم هست چی هنرمند باشد چی بهنر باشد البته که تقلید میکند با کسی بعد اویسته پیدا میشد بعد اون سبک خودش. بله راه در این ابتدای راه همه تقلید میکنن اما باید دانست که تا کدام اندازه باید تقلید کرد و تا کدام سال باید تقلید کرد و راه خود پیدا کرد. بله. از پی آموزش شد. البته با راه خود پیدا کردن کار آسان نیست. این یعنی که شما باید آموزید و سر استعداد خود کار کنید. مثلا همین چند وقت پیش کتاب نامه های استاد عینی چاپ شده است و در همونجا یک مکتوب است به دهاتی عبدالسلام دهاتی. بله و عبدالسلام دهاتی از استاد عینی یک نامه است. در همونجا گفته شده است که استاد عینی میگوید که شعرهای پیشینه از شعرهای امروزه بسیار فرق دارند. شعرهای امروزه از پیشینه چون که در این شعرها معلوم است که خیلی کار کرده اما در اون شعرها معلوم است که کم کار کرده بوده. یعنی خیلی مکتوب یعنی و میگوید که باید هر چیز زودتر حتی استاد عینی میگوید که شاعر باید در سر هر کلمه نه مصرع حالا شاید مردم فکر کنند که مصرع و دیگر نه استاد عینی میگوید که شاعر باید در سر هر مصرع هر یک کلمه باید که توقف کند فکر کند و کار کند در سر هر مصرع. این کار آسان نیست البته. در سر هر مصرع کار کردن کار آسان نیست. کم ترک دیگه هم با دورینگ ریزه کنید. کم ترک دیگه هم یک دو دانه دیگه را بله با دورینگ ریزه کردن لازمه. خوب یعنی که استعداد باید کار خورده شود. بله مثل کارد اگر که کارد استفاده نشود کارد وقت استفاده نمی شود میتوند که کن شود. بله زنگ زند. مسئله استعداد هم همین است. استاد عینی همین چیز هم یک جای دیگر تاکید کرده است که استعداد مثل کارچه است. ادیب باید هر روز یک چی بنویسد. چیست؟ الهام دارد چی ندارد. همینم بسیار سخن خوب گفتن استاد که استفاده بردن لازم هر روز. بله البته. یعنی شما چی خواهش دارید الهام هست نیست حتما باید که تمرین باشد. حتما. خب انا با درینگ ما خیلی ریزه میکنیم. اینا بعد هم خیلی اومیخته میکنیم و تمام. بله اومیختهش میکنیم. مثل همین خوریشی شکرابی میگویند نه؟ به همون مانند است اما کمی این از سببی که لیمون استفاده میکنیم در ترکیبش
کمی چی میشود شور و تروش همین و همینجا هم باید بگویم که اصلا در خود گروزیا یعنی همین لوبیا رو با یگان خورش تروش استفاده میکنه یعنی که باید کمی تروش مزه باشد خورش استفاده میکرده мушум яъне нахуд ба як истилоҳи гапҳои мардум نخود بله نخود сабз زیلونی گروخ میگویم зелёни гарох ما از این استفاده میکنیم و در نه حالا шумо худатон چی مونده است чӣ монда لیمон лимӯ بله лимуна абшураша мерезем ё ки худаша майда لیمون هم باید خورد کرد хурд кард اینم لیمون هم ریزه میکنیم хуб метавонем ки ҳамон шеъре ки шумо қироат кардед дар назди устод Шафеӣ Катканӣ дар ҳамин барномаи мо ҳам барои бинандаҳои мо барои худамон ҳаминҷа камкакаша қироат بله باشد خوب در حضور استاد شفیعی کدکنی همین یک شعر وطن داره اینا در برنامه‌های سفینه خیلی زیاد خوندم برنامه‌های فضا وقتی دعوت میکنن صبح دعوت میکنن این شعر خیلی زیاد میخونم چون که همین چیز در خاطرم میمونده در خاطر خودم از یاد که کردگی هستم اونگونه که گفتم کوشش میکنم شعر خودم از یاد نکنم از بزرگان از یاد کنم برای که اون خوبتر است میخوان بر روی شاخه خشک بلبل به فغان چکامه میهن میگفت ز خار جملتاً خونین با خنده به خاک ریزد این گلشن دیدم به کتیبه های کوهستان افسانه صدق و قصه اندوه دیدم به کتیبه های کوهستان افسانه صدق و قصه اندوه سنگی که ز قله سرنگون افتد میماند باز سر به پای کوه هرچند که گل نیم نگویم آه بر پای دلم فرو رود صد خار میهن نشوم ز تو جدا هرگز من سنت سنگ و گل کنم تکرار اینه در حضور استاد شفیعی کدکنی خوندم خب ما امروز حالا میتوانیم که الکی خوراک پیشنهاد کنیم خوب بینندگان عزیز وقتی همون برداشتن خوراک هم شد آماده شد خوراکی امروزی ما چخیلی که گفتیم امروز در مهمونی ما از جوان بسیار با استعداد شاعر بزرگمهری حکیم و برای ما آماده کردن لوبیا و آماده هم شد بله میبرداریم خوب بینندگان عزیز وقتی چشیدن خوراک هم رسید ما خوراک آماده کردیم خوریش الکی آماده کردیم همراهی برادر گرامی بزرگمهر خوب اکنون میچشیم و مزه‌اش رو یک به یک به شما میرسانیم خوب بینندگان عزیز اکنون وقتی چشیدن مرحمت اول شما بچشید چون که خوراک اول شما در رفتی آماده کردن چند بار چشیدید حتی یک بار نگفتید که مرحمت تو هم چش اما خیر دیگر زندگی همین جوره آها کمک پیاز ها بله هر گونه‌ای که خواهش داره بله بسیار بامزه اگر حتی مثل من خوراکی نصف روزی نخورده باشی با لذت‌تر میگذرد البته خوب برید کلکی نمیرسه دیگه بینندگان عزیز بسیار با لذت بسیار طعمی چی میگن جالب طعمی عجایب دارد و حتی میتونید که در خانه هایتان بسیار همین خوراک آماده کنید چون که هم با ارگانیسم انسان فایده آور است هم بسیار بامزه است بسیار خوب است خب اتاخان در اول سوال داده که چرا گوشت نمیاندازیم اکن بگوید که گوشت لازم نیست گوشت زیادی میشه فکر میکنم در همین خوراک واقعا همین گونه است
خب اینا یک طرف میمونیم بعد که با شما بینندگان عزیز خیر و خوش کردیم بعد اینا استعمال باز به این برمیگردیم. باز با این برمیگردیم البته. باز نوبت خوریش. مرحبا. خوریش رو گیرید. خوریش هم فکر میکنم که بسیار بامزه. انا خب. چاله که گفتید سری آدم رو کشوده میکنن. بله. اما کمتر تعریف کنید اتاقخون چون که میتونن در خونه دیگر مجبور کنن هر روز. شما رو؟ میدونید؟ بسیار بامزه. بسیار بامزه. من فکر میکنم بعد همین برنامه دیگر شما رو از آشخانه بر اومدن نمیمونه. مجبوری. بله. خب دستان شما درد رو نبیند. سلامت باشید که اینقدر خوریش خوراک‌های بالاست، خوریش بالاست مونده کردید. سلامت باشید. تشکر. اون طعم لیمو هم بسیار لیمونش کمتر تا گرفتن. بله. سلامت باشید یک بار دیگر. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید آمدید با برنامه ما. مینداری خویش رو بیان میکنم. بسیار جالب است همراه شما صحبت کردن. سلامت برای من که یک دنیای خودتون دارید البته بسیار خوب است و مینداری خویش رو بیان میکنم از نام خودم از نام تمام کارمندان تلویزیون سفینه که دعوت ما رو رد نکردید و آمدید با برنامه ما. سلامت باشید. خب چی تمنیات دارید برای بینندگان؟ تمنیات هم همین که در کجایی که یک تاجیک هست خدا که صحت سلامت باشد. بله. کشورمون امانی باشد. این دعاهایی که دائم رحمتی بیبی میگفتن هر یک مادر میگوید هر یک پدری که هر یک نفری تجربه دیدگی میگوید خاطر جمع دلی بیغم تنی درست. تنی صحت خاطر جمع دلی بیغم. بله. سلامت باشید. من هم بینندگان عزیز از فرصت استفاده برده برای هر یکی شما سلامتی خوشبختی میخوام در فضای خاندان شما میخوام که خیلی فیض و برکت تینجو و امانی خورسندی باشد که دسترخوان شما پر از خوراک‌های با لذت خوریش‌های با لذت میوه‌ها باشند و برای شما در کارهای فعالیت ایجادیتون بردباری میخوام کامیابی میخوام که شما هم وقت خیلی سلامت باشید و از پی ایجاد باشید و موفق باشید. تشکر شما نیست. خوب بینندگان عزیز این برنامه لذیذ با تخانی علودین بود. خیر تا برنامه‌های آینده.